حسش کردم، حس کردم قبل از اینکه ببینید حسش می‌کرد. اول حس کردم که یه حالا موجود یا مثلا موجودی یا داره میاد از تپا از بین تپا داره میاد و همینجور هم حسش کردم. بعد دیدم بغل یک از تپا هم اومدن بیرون، یعنی چجوری بگم، تپه بود دیدمشون دیگه، هم بالا از خود وسط تپه رد شدن. 3 نفر بودن، 3 نفر. من حالت یه کمی روحیه گرفتم و بالاخره خودم تنها نیستم توی این کویر و توی بیابون. همینجور نزدیک می شدن دیدم 3 نفر خودم بودم، یعنی هر 3 نفر 3 تاشون خودم بودن. 3 تا فرهاد داره میاد. بله، ولی حالا یکی از همه بزرگتر بود، خیلی وحشتناک بود. اون بزرگه واقعا وحشت، ازش میترسیدم، یعنی میگفتم کاش من نبینه، این منو نبینه. ندیده بود تا اون موقع، او هم منو ندیده بود، ولی من اونا رو میدیدم، ولی اونا متوجه من نبودن. ولی معلوم بود داشتن دنبالم میگشتن یا حسم کرده بود و اینا، ولی ندیده بودن. حالا من اینجوری حس میکردم که بعد خیلی هم عصبانی بود، وحشتناک، واقعا خیلی قیافه وحشتناکی داشت. خودم بودم، ولی شکل شما هم بود یا نه؟ چون خیلی وحشتناک باشه چطور میتونه شکل من باشه؟ متوجه میشدم که خودمم. شکل من نبود، خیلی وحشتناک بود، ولی متوجه بودم که این منم. بله، حالت میگم حسش میگم حالت تحچیره خودم داشت، ولی یه دهن خیلی وحشتناک، دماغ وحشتناک، قیافش واقعا وحشتناک بود، ولی بیشتر حالت چونش و دهنش با دماغش اینا الانم که یادم میفته میترسم ازش. بعد معلوم بود اما بعدش متنفر بود، خیلی از من متنفر بود، بعدش از من میومد. چطور فک میتونه وحشتناک باشه؟ چه شکلی بود؟ فک رو اومده بود جلو، بعد دندونا وحشتناک، دندونا مثل دندونا گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. حالت دندوناش اونجوری خیلی دندونه وحشتناکی داشت، بزرگ تیز، حالا مثل دهنش مثل دندوناش مثل دندونای گرگ بود. بعد فکش هم حالت اومده بود جلو، با دماغش هم بزرگ، ولی در عین بزرگی پهن بود روی صورت، یعنی بزرگ ولی پهن دیگه، خیلی وحشتناک بود. حالت کلش هم از عقب حالت کشیده بود، مثل کوزه ایشه، خربوزه، حالا خربوزه‌ای چیزی اینجوری کشیده بود. اون یکی از این کمی مثلا بگیم وسطیه کمی کوتاه‌تر بود، یه از همه‌شو بلندتر بود از نظر قد و جسه اینا. اون وسطیه خیلی نورانی، زیبا، اونم خودم بودم، ولی خیلی نورانی، خیلی حالت مثلا حس می‌کردم مهربون، خیلی چهره زیبایی داشت. سومیم در حد بچه 4-5 سال اینجوری من میدیدمش. او از وسطیه خیلی زیباتر بود در حد بچه. بعد همون بچه دست وسطیه رو گرفته بود. بعد اینا با بزرگه یه فاصله داشتن در حد 50-60 سانت، یعنی بهش نمیچسبیدن، این نزدیک نمیشدن. این دوتا چسبیده به هم بودن ولی به اون نمیچسبیدن، یه همیشه فاصله بینش بود، رعایت میشد. شما بجز اون 3 تا فرهاد که میدیدین، آیا یه فرهاد 4می که ناظر بود هم جایی میدیدین؟ توی گوی باشه، توی تونل یا بیرون تونل، بیرون گوی فرهاد میدیدین بجز اون 3 تا؟ نه. پس این فرهاد فقط حضور بود. دیده نمیشد، حس میشد؟ حس میشد، ولی جایی که میگم دستام داشتم داخل تونل میچرخیدم میرفتم بالا، مثلا نمیدیدم دستامو، ولی حسش میکردم که چجوریه، مثلا داره مثلا ترک داره میخوره. من گوشتم بدنی بود، فرهادی بود که دیده نمیشد. میشد هم دیده میشد، هم دیده نمیشد. بیانش سخته. خب بزرگه خیلی عصبانی بود،
عصبانی بود. من توی فکر اینا بودم نبینه خدا این من نبینه. دید همینجوری دور تپه میگشت عصبانی منو که دید. من نگاه کردم دیدم حالت یه سایبون روی تپه بغلی بود، 4 تا چوب، فقط 4 تا چوب بود زده بودن، بعد روش حالت اون نیا هست، نیا حالت از این چیزا، حالت شاخه درخت و همچین نیا هست، این نیای میان داخل آب نیزدارا. من بودو که مثلا من اون چیو دیدم سایبون دیدم تا دیدمش اراده کردم رفتم زیر سایبون. تا خواستین اونجا باشین بودین؟ آره بودم، رفتم رو تپه، رفتم زیر همون سایبون دیدم، در آن واحد رفتم زیر او، رفتم اونجا نگاه کردم دیدم یه میز بود، حالت میز، بعد یه قرآن هم وسطش بود رو میزه، ولی قرآن بزرگ بود، نوشته بود قرآن قشنگ، قرآن کریم قشنگ با خط حالت عربی نوشته بود. الان جلو چشم قشنگ قرآن در هم بود، جدا قرآن حالت در هم بود، قرآن کریم در هم بودن نوشته بود. شما الان اومدین طرف این قرآن، اون 3 تا چی شدن؟ تو چه شرایطی هستن؟ 3 تا بزرگه همون وحشتناکم پشت سر من بدو تعقیب میکرد. خیلی عصبانی از دستم بود، این کلش رو تکون میداد و حالا یه صدایی از خودش در، ولی نه صدایی که اینجا ما مثلا من بخوام بگم همچین صدا، مثلا این صدا یه صدا داد زد یا یه هوی کشید یا هرچی، نه از صدا نمیتونم، این توی دنیا اون صدا رو من نشنیدم، حالا مثلا نمیتونم صداشو در بیارم. بعد اونم بخوام مثلا که بخواد دهنش رو هم بزنه یا بخواد حرف بزنه و صدا در بیاد اینا، نه، ولی خب از خودش صدا در می آورد، همزمان که کلش رو تکون میداد دور تپا میچرخید، خیلی عصبانی بود. عصبانیش همش با من، یعنی مستقیم از دست من عصبانی بود. عصبانیتش از چی بود؟ به نظرم من بددهنی حس میکردم، به خاطر بددهنی ها، حالا شاید تهمتی یا بیشتر بددهنی، مثلا چیزی که من حس میکردم و اینا اون موقع، آزار اذیت زبونی، اینو یعنی حس مطمئن بودم به خاطر اینه. بعد آدم اونجا حس میکنه، متوجه میشی، یعنی وقتی میبینیش میدونی به خاطر چیه، یعنی چرا دهنش وحشتناکه، چرا قیافش وحشتناک. نیازی به توضیح نداشت؟ نه، من خودم کامل مطمئن بودم به خاطر چیه، به خاطر آزار اذیت زبونی. وقتی اون فرهادی که به اون شکل در اومده بود رو میدیدین، احساس میکردید که این فرهادی که داره به شما حمله میکنه کارش ظالمانه است یا حق داره؟ بهش حق میدادین؟ محق بود یا ظالم بود؟ نه، حق بهش میدادم. بهش حق واقعا حق داشت، با اینکه اونقدر خشن بود اینا، ولی خب چرا باعث خشنیش، باعث اون ظالمیش خود من بودم دیگه، اعمال من بود. این گل عمل من بود. یعنی اینکه اون موجود با کارهای شما ساخته شده بود؟ از کارهای شما ساخته شده؟ من بهش اونجا بهت میفهمونن، یعنی متوجهت میکنن که به خاطر چیه، هر حرکتی، هر عضوی بدن که بده یا هرچی متوجه میشی. بهش حق میدادم، میترسیدم ازش، واقعا میترسیدم، ترسناک و شداک بود، ولی بهش هم حق میدادم، حق داشت، یعنی اون یه برتری داشت، یه حق داشت، من حق رو بهش میدادم که اینقدر وحشتناک باشه، اینقدر بدش از من بیاد. یعنی قرآن نبود نمیدونم چه بلایی سر من میومد. قرآن رو گرفتم، مثلا اراده کردم مثلا قرآن رو بگیرم، قرآن گرفتم بغلم، قرآن
گرفته بودم اینجا بود تا روزانو. قرآن بزرگی بود. اومد او اون طرف حالتی که بگیری بکشه من بهش نمیدادم که مطمئنم زورش هم اما خیلی بیشتر بود، ولی من این ترس اینقدر محکم پناه برده بودم به قرآن. چرا میخواست قرآن از دست شما بگیره؟ به هر حال شما وقتی نگاهش یه می‌کردید ترسی از قرآن داشت. من حس می‌کردم او یه ترسی از قرآن داشت، میدونست که قرآن حامی منو حمایت میکنه. این نمیدادم میرفت یه دور تپه ها رو چرخ میزد با حالت عصبانی، ولی در آن واحدم پشت تپه بود میدیدمش. این بازم این من نمیتونم توضیح بدم. این دو تا نفر بعدی بغل دست من وایساده بودن، ولی حالت یه ترسی اینا هم مثلا که اختیارشون دست او باشه یا ازش بترسن، همچین چیزی حس میکردم. تا اونو که بستری بود، چهره نورانی داشت، او کوچیکم 5-6 سال اینا، مثلا یه بچه 5 سال، او از این خیلی نورانی تر و حالت زیباتر بود. حس کردم که این بستریه همون که اونم گفتم خودمم، مثلا حس کردم که بهم گفت که یک لحظه حواسش پرت میشه. حواسش پرت شد، دستتو بده من اینجوری حس کردم، دستتو بده به من. اینو 2 بار اینو به من گفت، ولی به زبون نیاورد. به زبون بیاره بگیره، من میدونستم چی ازم میخواد، که این الان میره پشت تپه، تو با دستت بدی من یا من دستتو بگیرم. این همچین چیزی به من میگفت، ولی خب اون میترسید ازش، منم ایور میترسیدم. اونم اینقدر وحشتناک بود که اونم میترسید که در روبروش بخواد دست منو بگیره. میگفت وقتی رفت پشت تپه دیگه ما ندیدیمش یا اون منو ندید یا همچین چیزی، دستو بده من. توی حال و هوا بودم، دوباره اومد سمت من. این بار خیلی وحشتناکتر، حالت یه آب، یه کف از دهنش هم میریخت. خیلی عصبانی بود، خیلی بیشتر. هر دوری که میزد حالت از سیاهی به قرمزی میشد قیافش، به خاطر همون عمل دست به خودکشی زده بودم. این عمل خودکشی، این که تو بیابان لمیزرع خودش رو میبینه، این حالت رسیدن به پوچیه که مرتکب این به حال قتل خود شده. تو این حالت که کسی که خودکشی میکنه در واقع به پوچی از زندگی میرسه. در عالم پوچی هیچی نمایش نداره. این زمین لمیزرع تمثل این حالت شخصی. نکته دوم این که ما با تصریحات قرآن کریم و روایات یک حقیقت بیشتر نداریم و اون روح انسانه، منتها چون تعلق به بدن داره و بدن ابعادی داره، این تعلقات به هر حال یک حالاتی رو برای انسان ایجاب میکنه. لذا نفوس متعدد در قرآن کریم برای انسان مطرح شده، نفس اماره، نفس مسوله، نفس لوامه و نفوس دیگر. این نفوس بیانگر این نیست که انسان دارای وجودهای مختلفه، یک وجود، لذا مراتب داره. خب یک مرتبه اعلا انسان داره و اون مرتبه است که انسان توجه به عالم غیب، خدای متعال و معنویات میکنه. یک مرتبه پایین داره که ما رو فقط متوجه به این عالم میکنه. اون وقت کارهای انسان یا صفات انسان که میخواد تمثل پیدا بکنه، با خود انسان تمثل پیدا میکنه. لذا این دوتا خودی که دیده مهربان و خوب و اینا، اون خصلت‌های خوبش بوده که به هر حال بدون خوبی که نبوده این شخص، اینها براش اینگونه نمودار شده. اون سومی که با اون حالت آمده، اون خصلت بدش بوده که این موجب شده که به این صورت خلاصه تمثل پیدا کرده. در واقع این
حالت ظلم به خودش نمایش برای او پیدا کرده که چرا به هر حال به این عمل مرتکب شدی. تو می توانستی صبر کنی، جبران بکنی اون حالا مشکلاتت رو. نوعا ها که به این کارها دست میزنن، همونطور که عرض کردم به یک به هر حال پوچی هایی نسبت به خودشون میرسن، با اینکه غافلن که این خود چه حقیقت والایی داره، میتواند با تحمل مشکلات اون حقیقت والا برای او شکوفا بشه. لذا اون مرتبه بالای او با این مرتبه پایینش در ستیز و اینطوری براش نمایان پیدا کرده. این که چنگ زده به قرآن، این نشان دهنده این است که این حقیقت با قرآن خلاصه شکوفا میشه. قرآن زنده کننده انسان است که اگر انسان در پرتو او قرار بگیره، اون بدیهاش هم حل میشه. به سرعت خیلی بالا میرفت دور تپه رو هر میزد، با عصبانیت و کله و تکون میداد و آب، حالا مثلا حس میگم آب از دهنش میریخت و اینا. دیگه هر سری میومد من قرآن بهش میدادم بیشتر عصبانی میشد. اینجا بود که گفت دستتو بده من، حالا دستمو دادم بهش با یه سرعت خیلی زیاد، واقعا سرعت خیلی زیاد. چی بگم، اومدم من جسمم رو تخت بود، بعد حالت سرعت خیلی زیاد اومدم رو تخت، من دراز کشیده بودم از پشت، از پشت رفت زیر تخت، از رفتم با همون نیرویی که منو چی میکرد با این حال از زیر تخت اینجوری وارد بدنم شدم، از سمت قلبم اولی از پشت، از بالا نه، از پشت وارد بدنم شدم. از زیر تخت؟ از زیر تخت، از رو نه، حالت یه نور چیزی بگم، مثل تلویزیون قدیم بود، تلویزیون سیاه سفید بزرگ، خاموش میکردی یه لحظه نور سفید میرد و بستدش، بله، بعد خاموش میشد، بعد یه نقطه نورانی میشد، بعد نقطه همچین چیزی. من اونجوری حس کردم اونقدر ما با سرعت داشت منو میبرد، ولی با اون سرعت زیادش میرفتم میدیدم اونو، میدیدم که خیلی بدتر عصبانی شده بود. از دست یکی، دست یک کوچیکه دستش بود، داشت با ما میکشون میوردش، ولی دست منو نگرفته یا دست اونم نگرفته بود، ولی مثل اینکه چسبیدی بهش، یا حالت یه نور، یه اشعه، حالا یه چیزی میگرفت میکشیده. اونجوری اومدم از زیر تخت وارد بدنم شدم، ولی با درد شدید. بعد چشام باز کردم، بعد درد دیگه هیچی نداشتم، همون لحظه درد، چون من قرص خورده بودم و اینا. خب باید بیحال باشم، باید خیلی تا چند وقت، چند روز همش به خواب برم، نه، همون درد رو که حس کردم، ولی واقعا دردش وحشتناک بود. حس کردم مثلا انگار همه چی از بدنم پرید، بیحالی و کسلی و خواب‌آلودگی و اینا. اولین بار کی و به کی گفتین؟ اولین بار به خانمم گفتم، بعد چند مدت، به نظرم 2-3 ماه 2-3 ماه اینا گذشته بود گفتم. بعد به چند نفر بعدش 1 سال گفتم، اونم اول به یکیشون گفتم خواب دیدم، برای اینکه باور کنن، برای که باور کنم. مسخره، حالا میگفتم مسخره میکنن یا حالا پشت سر میگن چیزی بگن، واقعا میترسیدم مثلا بگن دروغ میگه، یا به 1-2 نفر گفتم خواب دیدم، اینجوری خواب دیدم. ولی با خانومم و یکی دیگه از دوستام گفتم که جریانو. نفسی تازه کنیم و برگردیم. شاید 2-3 ماه بعد، حالا دقیق نمیدونم، ولی خب میدونم همون موقع نگفت. بعد برا من تعریف کرد، منم اصلا باور نکردم، من مردم. حالا من میگفتم این داره مثلا برای اینکه خودشو مثلا برای من عزیز کنه یا مثلا چی کنه داره اینجوری میگه. من مردم و من رفتم و دنیا رو دیدم و بعد که رفتم توی بیابونی بودم،
یه برهوتی بوده که هیچی نبوده، فقط بیابون بوده همش. بعد از حالا شاید دقیق نمیدونم 6 ماه بعد 1 سال بعد برای برادرم که تعریف کردن منم اونجا بودم. بعد دیدم که دوباره مثلا داره همونا رو دقیق میگه، تکرار میکنه. بعد اون موقع یکمی مثلا حالا باورم شد که مثلا دروغ نگفته، یا مثلا خب اون چیزی که تو ذهن من بود که مثلا داره خودش رو شیرین میکنه یا داره خودش رو چی میکنه. ولی وقتی برای برادرم همونطوری تعریف کرد اینا رو دیگه تو مثلا باور کردم حالا یه حدی. فقط اینم یادم الان میفته که همینم همیشه فقط من این یادم مونده که میگفت وقتی که من رفتم تو اون بیابون میدونستم که مردم. بهشونم گفتم میدونم من مردم، فقط یه لحظه بذارید برم مادرم رو ببینم. التماس میکردم که مثلا بذارید من مادرم رو ببینم. همینو من همیشه یادم خودمم. بعد قشنگ کلمه به کلمه همینا رو برای برادرم تعریف کردن. بعد خود دیگه حالا من باورم شده بود تقریبا. بعد از این تجربه تغییر و تحولات آقای فرهاد پاپی چی بود؟ تغییر تحول این بود، من قبل تجربه خدا رو باور داشتم، قبول داشتم، ولی قرآن و پیامبر و اینا نه شک داشتم بهشون. شاید نمازم میخوندم روزن، ولی بعضی موقع سوال برام پیش میومد کجا معلوم نیست واقعا همچین چیزی بوده نبوده اینا، یا اونا عرب ما فارس و اینا. با خودم همیشه مثلا فکر میکردم سوال بود و اینا، میگفتم نیست، یه شک داشتم، نه قطعی بگم نیست، ولی اونجا دیگه مطمئن شدم هست. یعنی چیزی که من اینجا بهش فکر میکردم بهش شک داشتم اونجا کامل دیدم که واقعیه. خب شما از کجای این تجربه رسیدید به اینکه پیامبر و امام و اینها قرآن اینها درست هست؟ از جایی که داخل تونلی داشتم میرفتم شروع کردم به ذکر و صلوات و اون قرآن زیر او سایه بونه. توی تونل این ذکر و صلوات باعث ترمیم بدن شد، نور اومد، تاریکی برطرف شد. بعد قرآنم منو از دست و اعمال خودم، اعمال بعد از اون فرهاد خشن که موجود خشن نجات داد و به من ثابت شد که واقعیت داره هست. اون قرآن حافظ شما حافظ ماست. و صلوات و ذکرم، واقعا صلوات میفرستادم با ذکرم میگفتم اشهد لا اله الا الله که ترکات دستم دوباره ترمیم شد، خوب شد. خب در ارتباط خودتون با دیگران چه اثرات مثبتی داشت؟ اثراتش من بعد اون جریان دیگه شروع کردم قرآن خوندن. قرآن چون نمیخوندم اینا زیاد مسلط نبودم، ولی با همکاری خانومم خیلی زحمت کشید، نشونم داد تا قشنگ قرآن رو روون میخوندم، یعنی خیلی روون، خیلی خوب. الان دیگه روانخوانی میکنید قرآن رو؟ الان آره دیگه، قرآن موقع یاد گرفتم همونجوری بدون غلط بدون اشتباه قرآن رو کامل میخونم. و رفتار شما با همسرتون؟ رفتارم خیلی تغییر کرده، خیلی بهتر شد. بعد گذشت چند سال من هنوزم هر چند وقت یه بار میگم حلالم کن، یعنی ازش میخوام حلالم کنه. از خانمتون حلالیت میگیرین؟ از همون موقع بعد از جریان، بعد از تجربه تا الان، یعنی ماهی 2 بار، 1 بار، شاید هفته 1 بار، وقتی بیشتر موقع ازش حلالیت میخوام. قبلش آدم عصبی، حالا بد اخلاق، ولی بعد از این جریان حالا عصبی می شدن، ولی در جا می اومدن مثلا معذرت خواهی یا مثلا ببخشید، حالا یا با پیام یا پیش خودمون. ما اون موقع بچه نداشتیم که این اتفاق افتاد. بعد از اون موقع ما سال 85 بچه دار شدیم. پسرم حالا عصبانی می شد بعضی موقع ها،
ولی سری میرفت بوسش میکرد، دلش در می آورد، عذاب وجدان میگرفت. گفت من نمیدونم، دست خودم نیست این حالا، ولی خب شما دیگه ببخشید. همسر خوبیه واقعا. حالا یک گیر و گورایی داره، کم و کاستی داره، ولی خب راضیم خدا رو شکر. بله همیشه میگه من فقط به خاطر شما، به خاطر مثلا مشکلاتی سختیایی که من دارم میکشم، الان مثلا سری که اومده خونه 45 روز، بعد از 45 روز اومدن خونه ایشون. بله واقعا خیلی کارش سخته، خودش هم میگه که دارم غریبی و دوری و سختی ولی خب دیگه ناچاره چیکار کنه، مجبوره. از مرگ میترسی؟ نه. اونجا شما شرایط سختی رو تجربه کردین، چرا نمیترسین؟ مرگ ترس نداره، خود مرگ ترس نداره. خود مرگ ترس نداره؟ اصلا من اینقدر به برام چی بود عادی بود، ترس نداشتم. مثلا التماس خدا رو میکردم که برم مادرم رو ببینم و اینو از ترس، اگه ترس بود یعنی نگرانی های شما چیزی به جز مردن دیگه بود؟ بله چیزای دیگه بود. من ترس نداره، ولی اعمال کردار آدم اونا ترس داره. مرگ ترس نداره، من ترس داره. از من میترسم، از مرگ نه. از مرگ نه، چون اونجا حقه، اونجا حقیقت، اونجا واقعیه. اینجا واقعی نیست؟ اینجا خوابه. به نظر من ما الان همه تو خوابیم. خواب وقتی تی خوابی از خواب پا میشی میشه چی؟ میشه واقعیت. درسته؟ الان احساس کنید که الان خوابیم، اونجا واقعیته. خیلی خیلی واقعی تر از الان که داریم زندگی میکنیم، خیلی خیلی واقعی تر. شما خروج از بدن رو، بیرون بودن از بدن رو تجربه کردین. با توجه به اون تجربه میپرسم که مرگ به معنای نیستی و نابودی وجود داره؟ مرگ به معنای زندگیه، یعنی متولد شدن. به نظر من اونجا حقه، اونجا واقعیه. مرگ سرآغاز زندگی اونجا. پس مرگ به معنای نابودی وجود نداره؟ نه، مرگ به معنای نابودی نیست. مرگ به نظر من تازه شروع زندگی واقعیه. برای کسایی که ممکنه خدای نکرده به خودکشی فکر کنن، اگر مطلبی دارید بفرمایید. باید تجربه کنیم. من تجربه کردم، به هر چی بهش فکر میکنی ارزش نداره واقعا. ارزش علتی برای خودکشی هیچ علتی، یعنی بزرگترین علت هم داشته باشی بازم ارزش اون یک ثانیه حسرت نداره. یک ثانیه حسرت اونجا چرا من این کارو کردم. اون چیزی که میفرمایید اسمش هم میذاریم حسرت، اصلا اونقدر شما میگید عظیمه که فکر کنم اصلا حسرت یک کلمه کوچیکیه، یعنی کلمه براش وجود نداره که بهش بگیم حسرت. چون کلمه هم پیدا نمیشه که من جاش بگم میگم حسرت که قابل درک باشه، ولی یک کلمه بود که میشد توصیفش کنم، خب به جا حسرت به کار میبردم، ولی خب نیست. ولی خب من خیلی وحشتناکه واقعا حسرتش. مالات مثلا درد، عذاب، حسرتش، اون ناامیدی، او وقتی متوجه میشی که دستت از همه چی دیگه کوتاه شده و هیچ اختیاری دیگه نداری از خودت. اون وقتی متوجه میشی دیگه واقعا اختیاری نداری، اون خیلی سخته. ناامیدی خیلی خیلی سخته. اگر گفته دیگه هست که فرصت نشد بفرمایید میشنویم. فقط من به اونایی که شاید بعضی وقتا به خودکشی فکر کنن و هر دلیلی، یعنی موجه ترین دلیل هم داشته باشن، ارزش نداره. ارزش یک ثانیه و حسرت ناامیدی رو نداره.
ارزش یک ثانیه اون دلتنگی رو نداره، واقعا نداره. خیلی سخته. نمیشه، من هر چی هم بگم برای شما قابل درک نیست. یعنی من وقتی یادش میفتم تمام بدنم میلرزه، مثلا خیلی خیلی میترسم از مرگ. نه، از مرگ خیلی مرگ یه چیز حقیه، مرگ ترس نداره، اصلا ترس نداره. اون حسرته فقط او حسرته ناشی از اعمال. بزرگترین عذاب به نظر من اون حسرت بود، یکی از بزرگترین عذابا بود. حسرت کسی که خودکشی کرده. کسی که خودکشی اصلا ارزش نداره. گفتم دلیل داشته باشی، دلیل قانع کننده، خب اینجوری دلیل موجه داشته باشی، اصلا ارزش نداره. ارزش یک ثانیه، یک هزارم ثانیه او حسرت رو نداره. خدمت شما که رسیده بودیم برای تصویربرداری، چهره و ظاهر خیلی تغییر کرده، خیلی لاغر شدین از اون موقع تا الان به خاطر چی؟ کرونا آمیکرون گرفتم. شانسم من آمیکرون گفتم بیشتر به گلو میزنه، ولی من ریان درگیر شد. الان تقریبا 4-5 روزه که 4-5 روز خوب شدم. بله، تازه خوبم نشدم، ولی خب خدا رو شکر الان بهترم. بسیار لطف کردید، سر قرار حاضر شدید، تشریف آوردید. اجازه میخوام یک قرار بذاریم برای دیدار دیگری، بهترین قرار برای بهترین دیدار، در اونجا که هیچ حسرتی نیست، هیچ دلتنگی نیست و سراسر نور است و وصل است و شادی و امید، به دور از هر پرخاشی، به دور از هر زخم زبانی و تلخی زبانی، انشاءالله در نور و نور. شما سروران بی‌ناز ضمیر هم انشاءالله تلاش کنیم همه با هم سر قرار حاضر بشیم. بیقراریم تا روز قرار. خیلی خوش آمدید. به پابوس تو آمد مأنوس مشو، به کابوس تو آمد مأیوس مشو. آرام باش که بیدار خواهی شد. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.